سلام سلام کوچولوی خوشگل من. مداد مداد رنگی، چه رنگای قشنگی، ستای اصلی رو زود بگو اگه زرنگی. اولیشون قرمزه، چه رنگ خوب و نازی، رنگ همون توپیه که باش میری به بازی. رنگ یه سیب قرمز، انار و توت فرنگی، گیلاس و هندوونه، رنگ خوب و قشنگی. مداد مداد رنگی، چه رنگای قشنگی، ستای اصلی رو زود بگو اگه زرنگی. اولیشون قرمزه، چه رنگ خوب و نازی، رنگ همون توپیه که باش میری به بازی. رنگ یه سیب قرمز، انار و توت فرنگی، گیلاس و هندوونه، رنگ خوب و قشنگی. قصه کلاغ سفید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. لونه آقا کلاغی و خانم کلاغی توی دهکده کلاغا روی درخت سپیدار بود. اونا 3 بچه داشتن. اسم بچه هاشون سیاپت، نوکسیا و مشکی بود. وقتی بچه ها کمی بزرگ شدن، آقا و خانم کلاغ به اونا پرواز کردن یاد دادن. بچه کلاغا هر روز از لونه بیرون می اومدن و همراه پدر و مادرشون به گردش می رفتن. یه روز همه اونا توی یه پارک دور حوض نشسته بودن و آب می خوردن که چند تا پسر بچه شیطون اونا رو دیدن و با تیر و کمان به طرفشون سنگ انداختن. طفلک کلاغا ترسیدن و فرار کردن، اما یکی از سنگا به بال مشکی خورد و اون حسابی ترسید. تا اومد فرار کنه، یه سنگ دیگه به سرش خورد و گیج شد، اما هر طور بود پرواز کرد و از بچه ها دور شد. اون خیلی ترسیده بود و رنگ پراش از ترس مثل گچ سفید شد. برا همین پدر و مادرش نفهمیدن که این پرنده سفید رنگی که نزدیکشون داره پرواز میکنه همون مشکیه و روی زمین دنبالش میگشتن. مشکی هم که گیج شده بود نفهمید که بقیه کجان، پرید و رفت تا اینکه افتاد تو لونه کبوترا و از حال رفت. کبوترا دورش جمع شدن و کمی به اون آب دادن تا حالش جا اومد، اما یادش نبود که کیه و اسمش چیه و چطوری با اونجا اومده. زبونش هم بند اومده بود و دیگه قارقار نمی‌کرد. کبوترها فکر کردن که اونم کبوتره، بهش جا و غذا دادن و مشکی پیش اونا موند. چند روز گذشت و مشکی چیزی یادش نمی اومد. پدر و مادر و خواهر و برادرش خیلی دنبالش گشتن اما پیداش نکردن. مشکی خیلی غمگین بود چون نمیدونست کیه و اسمش چیه. یه روز صبح تازه از خواب بیدار شده بود که صدای قارقاری به گوشش رسید. خوب گوش کرد و این آواز رو شنید: قار قار، خبردار که خوابه و کی بیدار. منم ننه کلاغه، مشکی من گم شده، کسی اونو ندیده؟ مشکی من بلا بود، خوشگل و خوش ادا بود،
رنگ پراش سیاه بود. قار 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 خبر داد، هر کی اونو دیده بیاد و به من خبر بده. قار 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 مشکی صدای مادرشو شنید. صدا براش خیلی آشنا بود، اما نمیدونست که این صدا رو کی و کجا شنیده. از جاش بلند شد و نزدیکتر رفت. به ننه کلاغه نگاه کرد. چشم ننه کلاغه که به اون افتاد، از تعجب فریادی کشید و گفت وای خدای من، یک کلاغ سفید، چقدر به چشمم آشناست. پرید و به مشکی کاملا نزدیک شد. اونو بو کرد و به چشماش خیره شد و چند لحظه بعد داد زد خدایا این مشکی منه، پس چرا سفید شده؟ کبوترها دورش جمع شده بودن و نگاهشون میکردن. یکی از کبوترها گفت اما این که رنگش مشکی نیست، سفیده. ننه کلاغه گفت اما من بوی بچم رو میشناسم، از چشاشم فهمیدم که این بچه گم شده من مشکیه، فقط نمیدونم چرا رنگش سفید شده. شاید خیلی ترسیده و از ترس رنگش پریده، اما مهم نیست، من بچه عزیزم رو پیدا کردم. مشکی کم کم چیزایی یادش اومد. جای ضربه هایی که به سر و بالش خورده بود هنوز کمی درد میکرد. یادش اومد که در پارک کنار حوض نشسته بود و آب میخورد، اما سنگی به باد و سنگی هم به سرش خورد و حسابی ترسید. اون مدتی به ننه کلاغه نگاه کرد و بعد با خوشحالی گفت یادم اومد، اسم من مشکیه، تو هم مادر منی. من گم شده بودم اما حالا پیش تو هم. آه مادر جون. کبوترها با خوشحالی و تعجب به اونا نگاه میکردن. مشکی و مادرش از خوشحالی اشک میریختن بچه. وقتی حالشون جا اومد از کبوترها تشکر کردن و به دهکده کلاغا برگشتن. همه کلاغا مخصوصا آقا کلاغه و پرسیاه و نکسیا از بازگشت مشکی خوشحال شدن و جشن گرفتن. از اون روز به بعد همه کلاغا مشکی رو سفید پر صدا می زدن، چون اون تنها کلاغ سفید دهکده‌شون بود. بچه ها جون بریم آروم سرتون رو بذاریم بخوابین تا قصه بعد. خدا نگهدارتون.